افشای حقایق تازه زهرا الهام با جمال مبارز که اصلا باورتان نمی شود. آیا با واقعیت زهرا الهام از جمال مبارز باردار شده است؟ زهرا الهام در کدام کشور زندگی می کند؟ و چرا در این روزها آهنگ‌های جدیدش را برای دوستداران و طرفداران صدایش نشر نکرده است؟ زهرا الهام با جمال مبارز آیا با واقعیت ازدواج کرده است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. زهرا الهام هنرمند جوان افغان شهرت و محبوبیت هنری خاص خودش را بعد از اشتراک در برنامه ستاره افغان تلویزیون طلوع کسب کرد. زهرا الهام علاقه‌مندان و طرفداران هنر موسیقیش در میان جوانان کشور بیشمار می باشد. زهرا کارهای هنریش را بعد از ختم برنامه ستاره افغان به طور فشرده برای دوستداران و طرفداران صدایش آغاز کرد. هرچند زهرا الهام بزرگ شده کشور پاکستان بوده است، وی در کشور پاکستان هم با کارهای هنریش ادامه میداد و نزد استادان پاکستانی بیشماری و سرودن آهنگ می پرداخت. زهرا الهام اکنون تصاویرش در صفحات مجازی درز کرده است که وی با جمال مبارز ازدواج کرده است، ولی تا کنون به گونه واضح و آشکارا زهرا الهام و جمال مبارز در این باره ابراز نظر نکردند. ولی زهرا الهام در کشور استرالیا زندگی می کند. جمال مبارز هم بعد از تحولات رژیمی در کشور با استرالیا رفته است. هرچند جمال مبارز در افغانستان ازدواج کرده بود، اما از همسرش جدا شده است و همسر اول جمال مبارز وفات کرده است. ولی من آرزوی موفقیت، سعادت و خوشبختی برای تمامی هنرمندان کشور خود از بارگاه عزت الله یزال تمنا دارم. عزیزان و دوستان خوبم، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و طرفداران زهرا الهام و جمال مبارز به اشتراک بگذارید. صحت و سلامتی برای شما نازنینان تمنا دارم. تا درود دیگر، همتان را به الله منان سپرده، شاد و خرم و کامیاب باشید.